بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر به تمام خواهران عزیز، امروز با هم به مناسبت آمدن رمضان و به خاطر آنکه چند درس برای سوال ها رسیدگی کرده نتوانستیم، سوال و جواب داریم ان شاء الله. و خواهرانی که دست برداشتگی هستید اینجا در زوم سوال شما را میپرسم. و پیش از شروع کردن به سوال و جواب، امروز روز سه‌شنبه، روز 17 اعلان شد که در عربستان سعودی با تمام نازکویی ها و با تمام دقت و دریافت کردن ماهی مبارک رمضان را دیدن. و اگرچه خلاف سنت یک سال پیش بعضی از کشورها الکی تقویم یا کلندر رمضان را آماده میکنن، از اینکه ماه را دیدن و ماه شعبان 29 روزه آمد، به اذن الله فردا ماه رمضان است. از فردا باید روزه گیریم و از امشب باید تراویح و ختم قرآنمان شروع شود. و یادرس میکنم که اگرچه ما ماه را ندیدیم یا گفتیم در جای ما خلاف سنت باشد، هم از کلندر شروع میکنن. وقتی ماه دیده شد و اعلان شد و پیشتر که خبر داده نمیشد، الان از طریق خبرها ما فهمیدیم که ماه را دیدن، باید شروع کنیم به روزه گرفتن. اگر در جای ما هم ماه رو می دیدن و کفت و کوف می کردن، می گفتیم که در جای ما ماه رو ندیدن. ولی چه خیلی می دانید در جای ما فقط کلندر یک سال پیش ترتیب داده شده است و تقریبا برای جستجوی ماه کسی هیچ حرکت نمی کند. برای همین از اینکه ماه دیده شد و برای این کوشش کرده شد، به اذن الله الرحمن فردا رمضان است و از امروز می توانید نماز تراویح را، اگرچه در مسجد ها نباشد هم اولین تراویح را ببخشید در خانه بخوانید. و شروع میکنم به سوال ها. یکمین سوال خواهر تخمینه بفرمایید و با عربی نوشتگی آره. علیکم السلام و رحمت الله. باشه انشاءالله استاد جان. الحمدلله خانم بفرمایید. استاد جان میگم در همین ماه شریف رمضان مثلا که هم گروه تشکیل داده که انشاءالله یعنی قرآن میخونه ختم میکنیم. اگر مقصد ممکن است که استاد زمان مقصد پدرکا واری کنیم ختم کنیم در استاد زمان به نام هوایه، یعنی ثواب ختمتان رو به استاذه بخشید؟ بله بله. و او زنده است یا مرده؟ نه زنده است. نه، برای زنده ما ختم قرآن و نماز و روزه نمی بخشیم. زنده باید خودش اینها رو انجام دهد. یعنی حتی ختم قرآن رو برای مرده ها بخشیدن اختلاف است کجا رسد به زنده. برای انسان زنده ختم قرآن بخشیده نمی شود. خواهر دلنازه بفرمایند، بعد خواهر علیمه و یکم. خواهر دلنازه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان، علیکم السلام. خیلی که گفتید یعنی شخصانی که در تاجیکستان هستن از 19 هم اعلان کردگی، یعنی از همیشه برای روزه خیزانه و آره. دویم سوال استاد جان، اکنون در مو ساعت به وقت شد، شخصانی که الکی ویتر خوندن تراویح خونه یا نه؟ یگو مشکل ندارد. بعد از ویتر تراویح خواندن، تراویح هم یک نماز شب است، فقط به خاطر 4 رکعت خوانده کمی استراحت کردن نامش تراویح است. اصلا در کتاب های فقه نامش را قیام رمضان میگویند. یگو مشکلی ندارد کسایی که ویتر خواندید نماز تراویح خوانید. خواهر علیمه بفرمایند. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ساعت ما نزدیک 3 شب شد، وقت سحری، اما برمان امشب تراویح نخوندم. برای تراویح چیکار کنیم؟ تراویح بخوانید حاضر، اگر وقتتان باشد. نباشد مشکل نیست، تراویح رو نخوان انسان گناهگار نمی شود. قرآن عزیز نماز تراویح از نمازهای سنت است و حتی مؤکده نیست. یعنی یکی نخواندید به اون گناهگار نمی شوید، اما هنوز وقتتان باشد حاضر خواندن گیرید، اگه مشکل نیست. تراویح بعد از نماز خفتن تا وقتی بامداد وقت دارد، مانند نماز قیام اللیل. یعنی حتی پیش از دمیدن صبح نیم ساعت 1 ساعت پیش خواندید هم انشالله درست است. امی محمد بفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله.
نماز تراویح وقتی که میخوندیم یکون شب اگر نتوانستیم خواندن و قضا میشود، یعنی قضایش رو باید بداریم؟ نه قضا ندارد. تراویح قضا ندارد، از نمازهای نافله حساب می شود و اگر نخواندید گناهگار هم نمی شوید، قضا هم ندارد. اما به خاطر ثواب زیاد داشتنش و رمضان زیباگیش در تراویح بودن، تراویح رو خواندید. یکی به خاطر چیزی نخواندید، نه قضا دارد و نه گناه انشاءالله. همین خانه رو آرایش دادم به مناسبت اومدن همین رمضان، یعنی همین بگاه یک خانتر خیلی آرایش بسیار نیست، یک خانتر آمادگی خانگی و فهمن که یعنی یک مهم آماده شده است و یکون توفه دادن همین یک بدعت است. خواهرم در زمان پیامبر خانه ها رو آرا دادن یا آرا ندادن، درباره آرا دادن رمضان چیزی نآمده است. برای همین بعضی ها حتی چی هم میگوین این رو بدعت هم میگوین، ولیکن به خاطر کودک ها در خاطرش ماندن و به خاطر یادرسی و این رو یگان خیلی بدین رابطه نداده، یعنی ثواب دارد و گناه دارد گفته نه، فقط به خاطر کودک ها در خاطرش ماند، یعنی بداند که این ماهی عادی نیست گفتن انشاءالله آرا دادید، به فکر من باقی ندارد. باز والله اعلم. وقتی که در حالت حیض همین قرآن خیلی حاضر، من در مذهب یعنی حنفی هستم، اما یک قول امام مالک هست میگن که مقصد این میتواند خیلی خواند از حفظ، اگر همین بعضی سوره های از یاد میدونستگیم رو خوانم گناهکار نیست. خواهرم قول امام مالک برای استادها هست، برای همه زنها نیست. فقط استاد به خاطر اینکه استاد به خاطر اینکه شاگردها از درس نمانند از حفظش خواند میگویند، نه اینکه زنی عادی بخواند. اگر از یاد حفظ کرده از یادم همه از یاد، اما طالبین باشد و من خیلی حفظم دیر میماند، امتحان دارم ضرور دارم گفتید اینجا همچون یعنی درس ها دیر نماندن اجازت، اون هم اجازت نیست، به خاطر یعنی ضرورت دارید شما، به خاطر 1 سال 2 سالتون میرود. در اینجا برای طالبین و برای استادا اجازه میدن و مسئله در حیض قرآن خواندن خواهرای مسئله خیلی جدی هست، یعنی بعضی از علمای معاصر رو گرفته خیلی آسان میگیرند، یعنی در 4 مذهب مسئله تماما ممکن است. تقوا نخواندن از خصوصا در رمضان ختم نباید زنی حایضه کند و برای نکردنش ثواب میگیرد. فقط به خاطر درس شاگردای خودت، بعضی طالب علمایی که مثلا در مثلا بعضی دانشگاه میخوانید، شما در وقتی حیض باید امتحان سپارید، اگر نسپاریدید 1 سالتون میرود. در اینجا مجبور هستید که دیگر فتوا رو گرفته قرآن را نقپیده خوانید. و یکم خواهرم فرزانه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. استاذ جان، همین فطر روزه را سوال من همیه که همین اول روزه بتیم میشه و بعد امو زنکی که میتیمش مقصد هم ترقی که عقلش پرا نیسته میگن همین پلی خالی امور ما میشه که پروداکتش بخریم بتیم که مقصد هر رو چی صرفش نکنه. خواهر فرزانه یکم فطر روزه اساساً پروداکت داده می شود، قوتی یا گفتیم خوراکی همون جای زیستتان داده می شود. در جای پیامبر که اساساً از گندم و از خرما استفاده می بردن، اساساً از خرما استفاده می برند یا از گندم یا از جو. در جای ما از برنج و از ارد اساساً حساب میکنن، یعنی پولش دادنش در مذهب حنفی جایز است، یعنی برای مصلحت کم بغل، اما اساس سنت طعام است. طعمتا للمساکین آمدگی است در حدیث، خوراکی هست برای مسکین ها. اساسا خوراک میدهید، یعنی ارد خریده میدهید یا برنج. و اگرچه بعضی مثلا فتوا هست که از اول رمضان جایز، ولیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم، اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم 1 روز یا 2 روز پیش از عید شروع میکردن. برای همین تا نماز عید بهترینش در آخر رمضان دهید، یعنی بدهید در 28 29 رمضان و روز عید، یا 29 و 30 رمضان اگر این رمضان 29 روزه باشد یا 3 روزه. بعد کسان داده میشه و استاد جانایی تا بعد کسی می شود. آره می شود، تقسیم هم کرده می شود. بانو خواهر شما بفرمایید. Ассаламу алейкум, мамуша. آره بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. У меня, я не могу сформулировать по-таджикски, можно задавать по... معلش من به تاجیکی جواب میدهم. Ага. Смотрите, у меня мама болеет опухолем головного мозга. Врачи говорят, что нельзя ей поститься,
она хочет поститься. Может она держать пост? خواهر جان بانو الله شفا دهد به مادرتان. الهی در این ماه مبارک رمضان که ماه اجابت دعاها هست، پروردگار شافی که حضرت ایوب را شفا داد، الله شافی که به همه دردها قادر است که با یک کلمه کن فیکون شفا دهد. الهی شفا دهد. در دعا هستیم، خواهرها هم آمین بگویند. دویم، وقتی که ضرر دارد برایشان روزه، گناهگار میشوند. وقتی میدانی که روزه برای تو ضرر دارد و تو روزه میگیری، گناهگار میشوی. برای اینکه الله میگوید و من کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. بیمار هستید یا مسافر هستید، دیگر وقت روزه بگیرید. اگر مادر جان دانند که این روزه برایشان ضرر است، به جای ثواب گناه میگیرند، برای همین روزه نگیرند. اما گفتن که نه، اینقدر ضرر جدی نیست، شاید که با روزه حالشان بهتر شود. یعنی بعضی ها هست که با روزه حالشان بهتر می شود، یعنی اینقدر ضرر جدی نمی بیند، بهترش ندارد. اگر باشد یعنی از یک طبیب nebo از چند طبیب مشورت گیرد، در اینجا روزه گیرن، انشاءالله برای روزه شان هم ثواب می گیرند و خیلی امید داریم که الله مهربان دعاهای ما رو اجابت کند و مادرتان شفا یابد. Второй вопрос у меня такой, что я читаю Коран, да, но боюсь, что могу ошибаться. Какой посоветовали бы источник, чтобы я могла опираться на тот источник, чтобы читала правильно? تجوید خواندگی هستید یا نه؟ Первое время да, но не до конца. اگر تجوید خواندگی باشد و شک دارید که شاید تجویدم خطا باشد، بسم الله خواندن گیرید. این شک است، شک یقین را از بین نمیبرد. و پیامبر صلی الله علیه و آله میگن کسی که ماهر است در قرآن، یعنی در قرآن خواندن خیلی ماهرانه میخواند، همراهی فرشتگان عالی قدر است، ثوابش درجهش. و اما کسی که به عذاب تکنان به عذاب میخواند، خطا نه، به عذاب قرآن میخواند، 2 اجر میگیرد برای خواندن و برای مشقتش. اگر من تجویدم شاید خطا باشد اما خواندم، گفتید بسم الله خواند، اما گفتید نه من تجوید خیلی کم خواندم، در این وقت الان انشاءالله فرصت است، فرصتی تصحیح کردن تجوید یگان استاد کتی، یا اینکه حافظ بخواند یا قاری بخواند، شما نگاه کردن گیرد از قرآن. و فیکم. خواهر فاطمه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله، بفرمایید خواهرم. استاد جان، یک خواهر سوال دادن، راستی خیلی دیگرش نه، همه آخرانش بگم. میگه که برای پل شوهر گفته است مقصد پلی پسا بیاره، بته زن گفته است که نه مقصد برای کار کن. همه حساب زن شوهر میشوند جنگ، شوهر قهر میکنه میروند. کودک 3 ماه در دستش. در همه شهر روسیه در مابین 1 سال و 3 ماه شوهر سراغ نمیکنه زنه و 3 کودک در مابین 1 سال و 3 ماه بعد پیدا میشوه. بعد زن شخه زنگ میزنه اما بیام، زن میگه که نه نیو. بعد پول مول بعد 1 سال و 3 ماه روی میکنه، زنگ میزنه، گپ میزنه. انا حوزی گفته سای شوهرش که بیا یک جا زندگی کنیم. زن گفته سای چخه میشه و همینجا ما برم زندگی کنم یا که باید که نکاح کنم. خواهرم مادامی که شوهر طلاق را به زبان آوردگی نیست، زن هم به یگان جا شکایت کرده طلاق گرفتگی نیست و الان ما یگان یعنی همون گونه که در شریعت اگر شوهر زن را سراغ نکند، زن میتواند به قاضی شکایت کند، طلب طلاق کند، این شرایط را نداریم. بین اینها طلاق افتیدگی نیست، اینها به نکاح میتوانند زندگی کنند مادامی که شوهر به زبان طلاق نگفته است. نه نگفته. تمام میتوانند زندگی کنند. جزاک الله خیرا. یکم خواهر فاطمه دیگر بفرمایید. فاطمه با تاجیکی نوشتگی بفرمایید. صداتون نیست خواهر. مدینه بفرمایید. مدینه نظر شما بفرمایید. السلام علیکم معلمه جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. معلمه جان، ما در همین شهر غریبی هستیم در اروپا. روز 19 اومده که ما میتونیم که همین شب خزیمه. آره میتونن انشالله.
میتوانید. یک سوال دیگر دارم. من در امی مسافرتی هستم، بیکارم. یگان درسی آنلاین از تجوید شما دارید ندارید؟ تجوید نداریم درس آنلاین خواهرم. پیشتر داشتیم درس‌های عربی هستند، درس‌های فقه و عقیده هست روزهای پنجشنبه سه شنبه که در رمضان به فکرم در یک هفته یک بار می شود. لیکن اگر شاگردها درس‌های تجوید یا حرف گشادن انشاءالله در گروه ها حتما اعلان می شود، اما شخصا حاضر من درس تجوید ندارم. سلامت باشید. محمد بفرمایند. خواهر محمد نوشتگی. من باشم استاد جان. هم بفرمایید خواهرم. خواهر فاطمه شما میکروفونتون رو باز نکنید لطفا، صداتون چون که کنده کنده است شنیده نمیشود. بفرمایید خواهر محمد نوشتگی. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. استاد یه سوالی نمی‌پرسه درباره رمضان که اون که گودک معده دارم وقتی که تراویح میخونم ای قفای جماعت اگر که گودک بسیار باید گریه کرد تا وقت نماز مقصد دوامش نخونم اگر وقتی جماعت بخوادم تا قبل بخونم ان شاء الله گناهگار نمیشه؟ نه گناهگار نمیشه. تماما جماعت نرفته در خانه خوندن بوکی نیست خواهرم. تراویح را در خانه خوندن بوکی نیست. ها میتوانید قطع کنید دوامش رو خودتان خونید. نماز فرض نیست بوکی ندارد. خواهر مروارید بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاده ما انشالله نیت کردیم سرخشتمان شوهر به حج سفر کردنه، اما من به آمدگی به بلیت خیلی که جا نشد، در دیگر ریس شد. یک دو روز پس بعد از شوهرم اینو رفتن من میتونم دیگر سمایلات کردن اوایو اونجا بمیشم. قطعتان یگان کس است یا تک و تنها؟ حتما هیچ کس نمیشد. یگان گروه نیستن قطعتان؟ نه گروه هست، همین بایو پروست دیگر ریس کتی میرم در دیگر ریس باشید مادامی که از آن طرف شوهرتان میگیرن. اینجا باز همراهتان همسفرها هست، همسفرهای صالحه که برایتان یگان خیلی فتنه نمیشود باذن الله بوکه نیست. مادامی که آنجا شوهرتان انتظارتان هستند و راه هم 1 ساعت 2 ساعت باشد 4-5 ساعت است که مثل پیشتر راه خطرناک نیست. اگر گروه باشن انشالله رفقتون صالحه هست. رفقه صالحه یعنی همسران پیامبر هم به سفر برآمده بودن و در آن وقت عملیات هم نبود، ماشین هم نبود. وقتی که یعنی همسفرانی امانت داری هست که در بین آنها بزن یگان خطر روبرو نمی شود یا تهدید نمی کند انشالله بوکه ندارد باذن الله. ابراهیم بفرمایید. خواهر فرزانه ابراهیم بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. من گروه جنسی دختر میرم بس تولد analiz میگیرم. نه با انالیز روزه نمیشکند انشالله. روزه چیزی به بدن داخل شد میشکند، نه اینکه مثلا بیرون شد. یگانه قی اگر اون هم پیامبر میگن من استقاء خود رو مجبور کرده قی کنی روزه میشکند. با انالیز دادن یا از پایان دیدن باذن الله روزه نمیشکند. فرزانه بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله خانم بفرمایید. دو سوالم به درباره رمضان خواهر دادن، همین درباره فدیه رمضان. اگر شخصی که بیمار باشد من روزه داشته نتونه، هم شرایطی فدیه داشتن نتونه، خودش چیکار کردنش در کنه؟ شرایطی فدیه دادن یعنی 1.5 کیلو برنج دادن برای 1 روز یا ارد؟ هم بیچاره هم دادن نمیتونه، هم کسی که باید نگاه کند شرایطی فدیه دادن هم نمیتونه. همین خیلی انسان باشد فرزانه در همین حاضر شرایط هست. من شاگردای خودتون پرسید گفتم اگر در حقیقت همین خیلی آدم باشد لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. الله کسی رو از فوق استطاعتش به چیزی امر نمی کند، فرض نمی کند. این در قدرت این نیست، این می تواند نه اینش نه آنش رو دهد، بقیهش بین او و بین الله. یک تو فرزند شاید سر گفتنی و خودش باید درجه قرضدار بده. تمام قرضدار باشد، نیت کند که انشالله از قرضا خلاص شدم، شرایطم خوب شد میدهم
و حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم هر کسی که برای قرض دادن عزم میکند الله خودش قرضهای او رو پرداخت میکند، الله کمکش میکند. حداقل در اینجا نیت ثابت نگاه دارد که من قرض ها رو میدهم. فهم. سوال دوم این که شخصی که 20 سال باز روزه داشتگی نه یا اون کس هم گفتگی نه که مثلا روزه داشتن در کار ندارد گناهکار میشه، همین شخص بعد از دونستن فدیه رمضان یک بارن دادن نمیتونه حاضر فهمیدگی کم کم تیم میشود فدیه کم کم داده میشود انشاءالله. ولیکن رمضان، زکات، نماز، فرض هایی که حتی کافرها هم میدونند که برای ما این چیزها فرض است، حتی یهود و نصرانی هم میدونند که برای مسلمان روزه رمضان است، ستر عورت است، نماز است. این چیزها رو من نمیدونستم گفتن. بعضی علما میگن اصلا عذر نمیشود، بعضی هستن که میگن از حد اکنون در بین یعنی چارکوه یا گفتیم دیگر به او یگان نرسید یا بین کافران باشد عذر شده میتوانند. لیکن به هر حال سال دراز به دست میتواند پاره پاره بدهد فدیه‌اش را. و یکم خواهرم گل میره بفرمایند. گل میره نیستن. 371 رقم شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان خوب هستید ان شاء الله؟ علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله بفرمایید. استاد جان همین عطرهایی که هستند ادیکالون، تولید نمیده، پرفیومری، همه ها همشون در ترکیبشان سپیرت دارند. همه ها رو استفاده بردن به طوری که ما کراهتی خواهرم سپیرت که مست میکند اون نجاست است در نزد جمهور علما. اما سپیرت دیگری هم هست که اون مست نمیکند. دو نوع سپیرت است. یک سپیرت مست کننده، دیگری که عموما مست نمیکند، برای کشتن میکروب و بعضا چیزهای دیگر استفاده میبرند. در ادیکالون یا عطر اگر کارکرد شده باشد اون سپیرت، یعنی تماما صفت مستکنیش رو از بین برده باشد، استحاله شد میگویند در فقه اسلامی. در نزد جمهور علما و چیز حلال می شود. اما ما از کجا میدانیم که آن کارکرد شده است یا نه؟ برای اینکه بعضی دوخه ها رو نوشیده مست می شود هم میگویند. برای همین الحمدلله حاضر خیلی عطرهای بسپیرت زیاد است. حتی همون ادیکالون یا گفتیم خوشبو کننده های خیلی زیاد است که در همه جای اینترنت آنجا خالی من الکل یا که در داخلش الکل یا سپیرت نیست میگویند. برای همین شما تقوا کنید و از آنها استفاده برید اگر شک کردید. اما سپیرت هایی که عموما صفت مستشویش رو مستکنی رو از بین داده است انشاءالله و در داخل دوخه باشد باکی نیست. سلامت باشید. ام عبدالله بفرمایند با انگلیسی نوشتگی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان دو سوال داشتم ان شاء الله که یکمینش در همین باره وقتی روزه کشودن و بستن چند قبل پیش بعد که از نماز شام بر وقت روزه کشویم و چند قبل پیش از نماز بامداد روزه بندیم. خواهرم از نماز شام بر وقت روزه نمیکشوید. برابر نماز شام وقتی کشودن روزه می شود. همین که نماز شام شد وقتی کشودن روزه می شود. همین که نماز بامداد شد دیگر دهان بندی شروع می شود. اما برای احتیاط یکان 10 دقیقه پیش از بامداد دهان رو بستید خوب است. خب انشاءالله. دومین سوالم همین بود که برای مثال در ماه رمضان خانه دکور میکنی، فسا میکنی، همین یکان بدعت است؟ یک دم پیش جواب دادم خواهرم به همین سوال. انشاءالله در سوال جواب گوش میکنید. سلامت باشید. پریناز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. رمضان مبارک. علیکم السلام و رحمت الله. برای شما هم خواهرم، برای تمام امت اسلام، خواهر و برادران مسلمان تاجیکم بفرمایید. رحمت. دو تا سوال داشتم. یکمین سوالم این است که اگر دانسته یا ندانسته دل یگان کس را رنجانده باشیم به خاطرمون نباشد از وی آدم بخشش پرسیدن نتونیم ما گناهگار میشویم؟ در خاطرتان نیست و شما نمیدونید که او رنجیده است. اینجا در دست شما نیست. چیزی که در خاطر نیست عموما از آن انسان پرسیده نمی شود. نسیان، فراموشی مطلق در انشالله از به او شما جوابگر نیستید برای اینکه در استطاعت شما نیست آن. ولیکن به خاطر اینکه همین گونه حالت رو برو نشود انسان باید همیشه
خودش رو حساب و کتاب کند که کی رو رنجانیدم، چی کار کردم، که شاید ما بخبریم و یک نفر رو خیلی رنجاندیم. و پیشتر هم گفته بودیم که سبحان الله یکی از گناهایی که گمان میکنیم آسان است ولی او سبب داشتن ما بعد از همه حساب کتاب از جنت می شود، این حق مردم است. ولیکن هیچ در یادتان نیست و اون چیزی که شما کردید اصلا سبب رنجیدن کس هم نیست. در اینجا شما به اون جوابگو نیستید و همون آیت لا یکلف الله نفسا الا وسعها هست که خداوند از قدر استطاعت شما بالاتر به چیز شما رو محاسبه و امر نمی کند. اون چیز در دست شما نیست. رحمت دومی سوالم این بود که ما عبادت و شب نشین را بسیار زیاد میکنیم و وقت می آید که خیرات پختن در کار، مثلا برای مهمان ها، برای افطار، ما اگر نیت ما پاک باشد که دیگرها را مثلا افطار کنیم، سیر کنیم در رمضان، ثواب میگیریم؟ میگیرید البته. برای هر یک لقمه پختگیتان، برای حتی هر یک تازه کاری خانه‌تان، وقتی که شما به خاطر مهمان احترام مهمان که از اسلام است، خوراک دادن روزه‌دار که ثواب دارد کردید، برای همه آن هم ثواب میگیرید انشاءالله. سلامت باشد. از زکی نوشتگی خواهر بفرمایند، بعد بختیه بفرمایند. سوزا جان همین طرفای مودم 19 در اعلان کردن همین ماه شهر رمضان در تاجیکستان هم چقدر میدونیم، ولی الحمدلله در گروه هم خوندیم از شما که همین بگو هست. همین افطار اگر در بسیار مردمی ما تاجیکستان و همون علمای تاجیکستان گوش کرده از مثال از 19 هم میگیرن گناهگار میشن. وقتی که فهمیدن که ماه برآمد باز هم تعصب کردن، گفتن نه ما با عرب ها کار نداریم، ما هرچی ملاهای خودمون میگوید میکنیم، گفتن البته گناهگار میشن. البته گناهگار میشن. همین نماز استخاره از نماز استغفار معلومه جان فرق داره؟ خیلی فرقش کلان است که استغفار شما گناه میکنید، به خاطر گناه کردهتان 2 رکعت نماز میخونید. حدیث ابوبکر صدیق است در مسند امام احمد، کسی گناه کرده 2 رکعت نماز خوان گناهش بخشیده میشود. اما حق مردم نباشد، یعنی پول یک نفر رو گرفته یک نفر رو خیلی آزار داده 2 رکعت نماز خوانی که خلاص نمیشود، باید اون طرف هم شما رو حلال کنند. لیکن گناه هایی که برای نفس خود کردید بین شما و بین الله هست، برای آن نیت توبه، نماز توبه هم میگویند 2 رکعت نماز میخواند. اما نماز استخاره برای اختیار کردن چیزه بین 2 چیز که اون 2 چیز گناه نیست و اون 2 چیز شما رو، یعنی اینش رو کنم یا آنش رو کنم، پریشان هستید کدامش رو اختیار کنید نمیدانید، روم نروم، در ازدواج، در سفر، در 2 چیزی که یخیلی هست و به یگان توی اون شما 100% نیستید، 50 به 50 در بین متردد هستید. اونجا نماز استخاره میخوانید و در آخر نماز دعای استخاره رو هم میخوانید که خدایا هر کدامش خیر باشد به من نصیب کن. استخاره فرق دارد. و ایاکم خیر. بختیه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان، همین سوالی من در مورد قضایی خوندن، مثلا بعضی وقتایی میشه که از ضروریت نماز پیشین قضا میشه، همین میدونم که فرضش قضا میخونی، لیکن همین در سوره کش میکنی بعدی التحیات میخونیم که در 3 و 4 کدام سوره نفهمیدم؟ من زمی سوره رو در نظر دارید؟ کدام سوره؟ مثلا فرض میخونیم و همه وقتی فرض میخونیم زمی سوره میکنیم در 2 رکعت اولش؟ در 2 رکعت اول در 3 و 4 زمی سوره نمیکنیم. نه در فرض هم نمیکنه، در قضا هم. در قضا میگن که در وقتی که قضا خوندی باید زمی سوره نه اساس ندارد، اینگه اساس نداره. و باز شنیدگی بودم که وقتی که نماز شام میخونیم نماز شام دعا ندارد، باید نماز خونی و آمین کرده خیزی دعا خواهرم دعا یگان وقتی معین ندارد. شما کدام وقت خواستید دعا میکنید، بعد از کدام نماز خواستید دعا میکنید، بعد از شام دعا نکنین، گپ هم یگان اساس نداره.
رحمت کم. دعا نکنیدم گناهکار نمیشوید، اما دعا مغز عبادت است. همیشه دعا همه وقت میتواند انسان دعا کند. امی احمد بفرمایند با یک موندگی ها. امی احمد شما سوالتون دهید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. من خواهش داشتم استاد جان که همین سوال جوابی که شما زیر کرده شده همین نواشته در تلگرام گذاشتم. ان شاء الله حرکت میکنم. خواهرم یک مشکلی هست که من به تلگرام برای گذاشتم بعضا کمی وقت می رود، همین که چند چیز که با هم میخته می شود فراموش میکنم، ولی همیشه در فکرم است که تمامی سوال جواب ها رو باید به تلگرام هم مانه. ان شاء الله از پیش می شوم. و یکم خواهره که 1 2 3 4 نوشتگیان نامشان رو ها نیستن. معین نوشتگی خواهر شما معین باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. خب بفرمایید شما. معین سلامت استاد جان. ما در روسیه مونم از فردا نیت کنیم روز. آره اسپگو ان شاء الله. اسپگو جان بعد میاد که بگوید که من و آدمی که خودش نیت کرده است که تقوا میکنم، چیزی که لقمه حرام نمیخورم، وقتی که دیگر اویلم من مثال باید از بانک قرضداری بو میتیم تمام میکنن در خانهشون فریاد میکنن که تمام روی میکنن، بعد همین تمامی همونا رو خوردن درست باشه. شما اگر 100% دانید که اون طعام از پول حرام شده است، اگر به شما فرستن هم نخورید. وقتی که میگید که این طعام صرف از پول حرام است، از اون نخورید تماما. اگر فرستاد هم نخورید. و یکم خواهر صرف نوشتگی شما بفرمایید. نیستن؟ عیسی نوشتگی خواهر. نیستن. خواهر بیلال. علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. استاد جان خوبه ان شاء الله؟ الحمدلله. استاد جان در برای مقصد در حالت حیض برای کودک سوره خواندن میتونه؟ سوره خواندن نه، دعاها رو بخونید. دعا برای چشم است، ذکرها برای چشم است. بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. از اینها رو بخونید. چند دقیقه. نه سوره رو نخونید خواهرم، در وقتی هست تقوا کنید، سوره رو نخونید. و یکم برای سوره خواندن چه خیلی گفتم تقریبا اجازه نمیدم. میکروفون رو محکم میکنیم خواهرام تا که به دیگر رو خلل نرسانه. از بالا بیلال نوشتگی خواهر بفرمایید. بیلال شما بفرمایید. نیستن؟ مریم جان شما هم بیلال بفرمایید. سلام علیکم استاد جان. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم علیما جان. امی یک سوال داشتم شما ده. امی من در فیرمای ترکی ارزاق کار میکنم، همه اویلیک میگیرم، همه حلال باشه. میگن که مارکتینگش حلاله. خواهرم گپ در مارکتینگ حلال بودن نیست، گپ در شرط است. آیا به شما شرط میماند که همین مقدار باید خرید کنی؟ نه شرط نیست، همین یک بار همین خرید میکنیم، آدم میدروری، آدمات خرید یک بار خرید نکنید. چی اگر خواهر من به شما گفتم که گپ درباره سرتیفیکت حلال نمی رود. گپ درباره سرتیفیکت حلال نمی رود. گپ درباره اون می رود که و همون کمپانی که شما گفته استادید برای مثلا من امروز یکم قدم برای کار ماندم، من باید چیکار کنم؟ شما باید تا 2 بالا خرید کنید که تمام حلال می شود. همین کتی حرام می شود. اگر باید من خرید کنم شرط ماندن، این الکی حرام می شود. برای اینکه در تجارت یگان خیلی شرط نیست تو باید خرید کنی. من اگر کارگری آنها هستم، آنها به من گفتن تو خریدار بیار برای تو مثلا
چند فایز از پولی همون مالی فروختت میدهیم. من میانه رو هستم، اینجا کارگری آنها هستم، اما من برای کارگر شدن اگر آنها به من شرط موندن الکی و چیز ممکن نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله از خرید و فروشی با شرط من کردن. شرط در چه چیز باید باشد؟ من از شما خرید میکنم، اگر این بارتون عیب دارد من برمیگردونم، نه اینکه من در تو کار میکنم اما من از تو خرید میکنم. این استفاده بردن است. این استفاده بردن یک کس، خوردن مال مردم از روی حرام است. اگرچه به شما در کاری باشد هم وقتی او شرط میماند که خرید میکنی و دوبل میگیری الکی از همون شوخه های فبلیگ یا گفتیم ستوی مارکتینگ میشود. برای خودتان یگان باقی ندارد. اگر عادی یگان کس به شما شرط نماند، شما بعضی چیزهای خوبش رو دیدید خرید کنید، اما همچو کارگری که تو خرید میکنی و بعد با من کار میکنی ممکن نیست خیلی شرط مانده. سلامت باشید مریم جان، بفرمایید. السلام علیکم سوزیان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. رمضان مبارک با همون کس. برای شما خواهرم. فرض داشتم. مثل ما یک عائله فرزند دارم، شوهرم کار نمیکنه. و نفقه مثل قصد یا بوده که هستم مزید من فرض داشته یعنی زکات. شما پولتون اگر به 85 گرم طلا رسیده باشد زکات مال رو در نظر دارید یا زکات فطر رو؟ فطر روزه. فطر روزه برای همه فرض است. قم بغل و بای برای همه. فقط کسی که میگوید در خانه من حتی 2.5 کیلو ارد وجود ندارد برای او فرض نیست، چون که هیچی ندارد. دیگری وای کار میکنید نمیکنید، مادامی که در خانه تان یک روزه 2.5 کیلو یا گفتیم خیر 3 کیلو برنج یا ارد است، برایتون فطر روزه فرض می شود. بیگان کم بغل برای میدید؟ هم بیگان کم بغل میدید و یقین کنید شما میدید برای شما میدهم. یعنی با دادن انسان زیاده می شود. یگانه زکات فطر است که صدقه فطر است که از بای و کم بغل میگن پیامبر فرض است برای بای و کم بغل برای همه. این کوفته دراز در زمین باشد و ایزور نباشد میشه نمازخوانده؟ پای ها اگر بالایش محکم شود باکی نیست. بالای پایت ها محکم باشد. حدیث مسلمه است که وقتی از پیامبر میپرسن که با یک کرته میتوانیم اگر پایانش ایزار نباشد، میگم وقتی بالای پایتان را بالای پای را کرته پوشاد باکی ندارد. حدیث است. فاطمه بفرمایید. سلامت باشید. فاطمه شما بفرمایید. استاد جان من باشم. فاطمه با تاجیکی نوشتگی نیستن. خیر شما بگید سوالتونه. فاطمه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معلم جان این سوالی یک مادر داده که این سوال من همچون واسطه می باشم. یک مادر نفقه خور می باشن، یگانه فرزندشان یک نفر که سالهای طولانی در زندان هست، شان در قید حیات نیست است. اون کس امان بعضی نزدیکا خیش و اقربا خیریه داده که با نفقه خودشان همش به حسابشان به زکات رسیدگی است، لیکن همان فرزندی پسرشان دختری همون پسری در زندان بودگیشان طالبه هست. زکاتشان را به همان نبیرش نمیشود. به نبیره زکات داده نمیشود. نبیره قم بغل باشد از همون نفقه ها کمکش کنن. زکات را به فروع و اصول میگن در فقه. به پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، فرزند، نبیره، کلین و دامادت حتی وقتی میدونی با فرزندت میخورد داده نمیشود. معلم جان باز یکی دیگه از شما خواهش میکنم که این سوال میشود پگاه یک بار به همین تلگرامتان نگاه میکردید پیامی من میخواندید این سوال نیست از هم که میخواندید تمام مالش خواهر فاطمه، لیکن در تلگرام نمیدونم شاید اگه 100 تا پیام باشد و از دستی اینکه درس ها زیاد است من یعنی تنها به تنها در خصوصی یا لیچکا اومدگی سوال ها نگاه نمیکنم به خاطر آنکه دستم نمیرسد. نمیدونم کدامش از شما باشد بعدا نمیدم ولیکن میبینم انشالله. ولیکن خواهرام میدونن که من دستم تقریبا نمیرسد به خاطر می نگاه نمیکنم.
من به سری پیامک به مقدمش نامم رو می نویسم. یک بار همینه خوانید شد دیگه هیچی. من سلامت باشد. من انشالله. خواهر پروینه بفرمایید. شما خرد 3 بار به داخل در اومدید 400 رقمتون خرد بدهید اکنون. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. استاد همین سوال من از برای امیر رمضان که ما از پگاه و یا خونیم تراویح از این شب است. از این شب است خواهرم. پگاه که رمضان است انشالله از این شب تراویح میخونیم. ما پگاه اوجه نیت داریم. هم پگاه روز انشالله نیت میکنیم. جزاک الله خیر استاد حمید. و یکم خواهر مریم جان گرفتم سوالشون. پروینه شما هم بفرمایید. فاطمه تاجیکی نوشتگی شما بفرمایید خواهرم بعد پروینه سوال دهم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همین فرزندان با زوری یعنی با مجبوری به دین دعوت کردن درست است سختگیر باشید؟ فرزندا چند ساله هستن خواهر فاطمه؟ فرزندان 13 ساله 9 ساله. 13 ساله 9 ساله رو مجبور نکنید. فقط در همین سال و زمان فقط در تلفن می نشیند. هیچ کار نمیکنه دیگر. سختگیری تا جای نگاه کنید. پیامبر صلی الله علیه و میگن فرزندت 10 ساله شد و نماز نخوان میتوانی بزنی، اما اون از زدنهای سیاه و کبود کردن نه. از زدنهای نیست که اون دیگر از اون چی شود؟ معیوب شود. یعنی سیاست کن. سیاست کردن برای دین جایز است. حضرت عایشه میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خود اصلا غضب نمیکردن در حق خود، اما برای دین خیلی غضب میکردن. شما به خاطر دین برای غضب کردن حق دارید و در همین سال و زمانه به سیاست فرزندانتان بالای شما سیاست میکنن. پدر باید سیاستش را داشته باشد، مادر باید سیاست داشته باشد. این همون غرب است که میخواهد از ما فرزند و حیوان بزرگ شود که میگه پدر و مادر حق سیاست کردن ندارید و شما همیشه باید پسیخولوژی کودک رو ببینید، نمیدونم تراومه کودک رو ببینید. از این و دیده ایستادیم که فرزندها بالای پدر و مادر الان سردار شده ایستادن. یعنی سیاست باید باشد، اما سیاست اینه که زده معیوبش کنی، سیاست اینه که اینقدر بالایش زور آوری که او دیگر به دین هم نفرت کند. به تو هم باید پدر و مادر فرزند خود را شناسند که با کدام راه می شود. بعضی فرزندها هستند تا سیاست نکردی نمیفهمند. بعضی فرزندها هستند که فقط با همراهشون جدی صحبت کردن مثل یک انسانی بزرگ میفهمند. بعضی فرزندها هستند که کفایت است که شما یک بار بگید که خیلی از تو خفه هستم، دیگر طاقت ندارم همچون فرزند همراهت نشینم، او به او تاثیر میکنند. یعنی پدر و مادر ببیند که کدام راه کتی میتواند فرزند را تغییر دهد، چون هر یک فرزند طبیعت خود را دارد، خاراکتر خود را دارد، راه اصلاح خودش را دارد. سوال دویم همین که فرزند با طریق پول هر ماهش پولکی درس مکتبه می شود در عربی. همین جواب فرستادن ممکن؟ ممکن است. چرا ممکن نیست؟ ممکن است. رحمت کلام خدا برکت شما. به شما خواهر پروینه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد جان. علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان این پگاه شوهرم چی میسپارن از طرف مردان انالیز میسپارن روزشان میشکنن؟ نه انشالله انالیز روزه رو نمیشکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در روزه‌داری جمعه کرده بودند. به هجامه خیلی مانندی دارد این انالیز های ما، یا گفتیم خون سپاریدن و چیزهای دیگر. انشالله روزه نمیشکنن. از طرف مردانه انشالله روزه رو نمیشکنند. اگر اما من دقیقا نفهمیده استادم در چی که نویسید شما؟ روزه رو میشکند. آن روزه رو میشکند. آن روزه رو میشکند. جزاک الله خیر. و یکم خواهر ستاره بفرمایند. بعد زکیه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان خوب هستید؟ علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله. استاد جان سوال من همین است که مادرم نقل تعالت کردگی، یعنی که خواهراتم یکونی ماه هستن، مادرم میتواند که روزه گیرد؟ با کودک ضرر نرسد اگر بوکه ندارد و یکونی ماه کم شیر میخورد انشالله میتواند. گناهگار نمیشود مادامی که کودک گرسنه نمیموند. مادرم هم خودش شیر میدهد هم باز شیر دیگر میدهد. انشالله بوکه ندارد باذن الله. برای شیر دهنده زمان ممکن است که میداند که اگر شیر
روزه دارد شیر خیلی کم می شود و کودک بیمار می شود. برای این وقت گناهکار می شود. و این چنین باز اپراتسیا گذراندگی هستند در وقت تولد با اپراتسیا. و گفته استادم که به مادر شما روزه اگر ضرر داشته باشد نگیرن، به این اذن دارن، همچون هم شیر دهنده هم بیمار. اگر گفتن نه به اپراتسیا هم یگان ضرر نمی کند به کودک، هم در این وقت روزه رو بگیرن. زکیه و یکم زکیه شما سوالتان بدهید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان ماه شریف رمضان مبارک باشد به شما. برای شما هم خواهرم. رحمت استاد جان. همین سوال من همین است که زنی که حامله‌دار هست، یعنی تقریبا استاد جان 4 ماه و به حد همین تاکسیکوزی بزیب دارد، یعنی که هر روز همین پرتو هم خیلی، لیکن این مجبوران نیست. این مجبوران نیست استاد جان. مقصد اگر قوتش رسد گیرد روزش نمیشکند استاد جان. قای کردن اگر با خواهش خودت، یعنی تو خودت رو مجبور نکردی و میخوای خودش قای آمد، در اینجا روزه نمیشکند. این مسئله اتفاقی است. حدیث در ترمذی است. یک گون چقدر پرتویت هم حدیث در صحیح است. فقط من استقاء گفته آمدگی است، یعنی استقاء خودت رو مجبور کرده می پرتوی. اما همین خیل منظر القی، یعنی خود در دستش نیست و مجبور چی گویم بالای او قی زوری کرد، در اینجا روزش نمیشکنه. چقدر پرتویت هم. و یکم خواهر ریحانه بفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان سوالم همین بود که گاه ها وقت ها می شود که نماز بامداد مثال بدونیک پس میزنه یا نفهمیده میمانیم. انا مثال امروز همین خیل شد بیدار شدیم که 3 دقیقه ماندگی است برای نماز بامداد. تا طهارت کرده آمدیم نماز قضا شد. آیا می توانیم در همین حالت تیمم کرده زود نماز خونیم؟ نه تیمم ممکن نیست. نه تیمم برای قضای نماز نمی شود. یگانه در مذهب حنفی برای نماز جنازه که فقط یک بار است برای مرده، یا برای نماز عید که در 1 سال 1 بار است، فقط در مذهب حنفی تیمم جایز است. آب باشد هم. در دیگر مذهب ها حتی برای جنازه هم برای نماز عید هم جایز نیست. برای نماز فرضی یگان کس اجازه نمیدهد که شما آب هست و تیمم کرده نماز خوانید. جزاکم الله خیر. و یکم خواهر مهینه بفرمایید. من باشم استاد جان. سلام علیکم. علیکم السلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید شما خواهرم. مهینه دیگر هم هستند، شما خواهر بدید. استاد جان همین گوشت خرگوش پرسیدم در همین مکروه باشه؟ نه حلال است. حلال است گوشت خرگوش. اتفاقا مکروه نیست، حلال است. در ما نبود، در عرب ها خیلی خرگوش زیاد میخورند خواهران. یاسمین بفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان همین برای اعتکاف ششتن میخواستم پرسم، اگر می عمر روی در رمضان میتونه زنم در همونجا حرم در اعتکاف شینه، مثلا تا چند قیقی تانه؟ میکروفونتون رو محکم میکنید تا صدام به خودم نآید. یاسمین اعتکاف برای مردها سنت است، برای زنها نشستن هم گناهکار نمیشوند. سنت همسران پیامبر است. همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم، مادران مؤمنان بعد از مرگ پیامبر هم اعتکاف می نشستند. اعتکاف در مسجد پیامبر، در حالی که شرایط مثل مسجدهای امروزه نبود آن وقت. اطراف خود چادر می زدن، در داخلش اعتکاف می نشستند و اساساً اعتکاف 10 روز آخرش سنت است، یعنی ثواب کلانش در اعتکاف 10 روز آخر است و شما می توانید 10 روز آخر اعتکاف نشینید. اگر کمترین اعتکاف رو بعضی علما حتی 1 روز نه و 2-3 ساعت هم میگویند، یعنی شما می توانید به قدر استطاعت خود 1 روز 2 روز نیم روز از پگاهی تا بگاه یا 10 روز بهترینش اعتکاف نشینید. و زنک اصلا گناهکار نمی شود با اعتکاف نشستن، به این ثواب می گیرد. یعنی اعتکاف ثواب خودش را دارد. خلوت با پروردگار، مقاطعه با دنیا، یعنی کلا رابطه رو با دنیا کندن و در خانه پروردگار نشسته با ذکر و با دعا مشغول شدن بهترین عبادت است در ماه رمضان که پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا ترک نکرده بودن این عبادت را.
خواهر امینه بفرمایند. امینه هستید؟ نیستا شما؟ امینه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد جان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان همین درباره زکات گپ می‌زدین، اگر 1 میلیونی رسید که زیاد باشه امروز زکات چه میتی؟ با 85 گرم وقتی پولتون برابر شد، آن پول در خانه شما هست، شما در آن وقت در یک سال یک بار زکات آن را میدهید. طرز زکات را دادن، یک بار به 10 تقسیم میکنید. 1 میلیون را به 10 تقسیم کنید 100,000 می شود. 100,000 را به 4 تقسیم میکنید 25,000 می شود. از 1 میلیون روسی 25,000 روسی شما زکات میدهید. رحمت استاد جان. سلامت باشید. نیسا بفرمایند، بعد خدیجه. هستید نیسا؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد جان. ان شاء الله خوب هستید؟ الحمدلله خیرم. بفرمایید. همین حاضر درباره قهری گپ زدن. منم این به آمد. من مثال آدم های هستن که گپتان نفهمیده، مثال مقصد شما نیتی شما همین خیلک نه اوی همونه، مثال گپ زنید قهر میکنن. آیا در همین حالت ما گناهکار میشیم؟ وقتی که شما مقصدتون دیگر چیزی او برداشتش همین بود، به این چرا گناهکار میشوید؟ یعنی شما اصلا او را رنجانیدن مقصد نداشتید. بعضی ها هستن که با شمال با باران هم قهری هستن، همه چیز را به خود میبرن. در این وقت باید چیز در دست شما نیست، از خود داره، از خود چیزی میسازن برای خود. اینجا گناهکار نمیشوید. خواهرم گناهکار نیستید انشالله. رحمت استاد جان، من همین روز باید دیدم عمر رضی الله عنه وقتی که پیامبرمون میمونن گیره میکنن که پیامبر بودگان میکشم میدنم. من بعض گویت میخوای رولکای بینا میخوام خیلی کینو یا هم درباره عمر رضی الله عنه چون میگم خیریت من همون وقتا تقوال شده گینه بدیم میگم اگر این پیامبر ما بودیشون فهمم ممکن من برداشت کده نتونم بود. چیز خوب است خواهر نیستم، چیز خوب است. محبت شما نسبت پیامبر است. میگید الحمدلله نبودم که مرگ پیامبر رو شاهد نشدم، چیز خوب است. اما برابر تلخی مرگ پیامبر زندگی با پیامبر هم بود که دیگر کاش یک لحظه اش رو من و شما زندگی میکردیم. یعنی مرگ پیامبر بدترین مصیبت برای اهل اسلام تا امروز است، ولیکن لحظه های هم بود که دیگر بهترین روزها بود و خیر قرون گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم. خوش به حال عمر و آنهایی که همراه پیامبر زیستند. ولیکن باز خوش به حال ما که ما پیامبر رو ندیدیم و اینقدر باز دوست می‌داره صلی الله علیه و سلم. الله محبت شما رو زیاده کند خواهر جان. خواهر خدیجه بفرمایند. خدیجه بفرمایید. بفرمایید. و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شوهری من در لیسنده کار میکنه، حاضر رابطم دیگه شهر به سحرم نمیرسم، میتونم به سحرخوری وای کنم. روزه که هم میشود. سحرخوری از شرط های روزه نیست خواهرم. سحرخوری در روزه مستحب است، خوردید قوی میشوید، طعام با برکت است، اما از شرط های روزه نیست. یگان بوکه ندارد. شما از شب نیت کردید، پگاه روز خستید و بامداد خواندید، انشالله روزتان درست است. فقط مهمش این که نیتی یک شب پیش باشد. همینجا خواهر سوال جواب رو به آخر میرسانم.